عرض سلام و درود استاد عزیزم، برادر گرامیم جناب ولی پور، قربانت بگردم. اینا باید برای شما کادو بدن، الماس برفسن که بنده را گریه میندازی. اینا همون دیگه. متاسفانه چی بگم برادر، بنده فقیر مأموریت سنگین و امانت سنگینه برای 99 جهان که بگیم خب شما یه شانس بزرگی آوردید، یه فرصتی کائنات بهتون داده که بنده فقیر گریه بکنم. یکی پیداشه منو گریه بندازه، یکی پیداشه سوال کنه که اگر خدای نکرده بندم نتونم گریه کنم، نتونم تخلیه‌شم، بله لیوان میشکن و آب میریزه، دریام از اون پایین یه شکاف برمیداره. یعنی اصلا یعنی نمیدونم، من زمینی نمیتونم حساب کنم بگم 1 دقیقه میشه 2 دقیقه میشه دریا تمام شد و رفت. قبلا اختار امروز شما ویدیوها در دبی و عمان ببینید و ما بهشونم گفتیم. دیشبم صحبت از دبی و اینا شد و گفتیم چی، و امروز دیدید که سیل و طوفان چه بلای به سر دبی آورد و اینا. و اینا چیزای کوچولوئه، یعنی اینا مثلا سربازان دم در این تشکیلات بی انتها هستن، یک گای مثلا یه تکونی میخورن، سرکشی میکنن، این زمین و زمان میریزه به هم. نه ای که خود حقیقت بخواد وارد بشه یا اینها. حتی این قدرت زمینی شاه جهان توی لوکیشن 1000 برابر این وحشتش بالاتر اگر بخواد کاری بکنه با تکنولوژیش که 1000 سال جلوتر. اینه که بله اونا باید از شما شکرگزاری کنن، ولی برادر قربان به همینه دیگه. ما هم که عاشق هستیم که بیان یه 4 تا لگتی مشتی به آدم بزنن، خوش میده. خیلی نه گریه شما هم خیلی گریه خوبی بود. همون گریه شما به بنده انرژی را میداده، با اینی که خب بنده تصویر نداشتم ولی دیگه رو تلگرام راهی هم ندارم. گریه های شما اسکن میشد و بنده هم باعث میگریستم و او گریه خیلی خوب بود. گریه شما هدیه بزرگ به ایران و منطقه و جهانه. خب این دیگران متوجه نشن، به زودی متوجه خواهند شد و اون انرژی که بله از سمت مادر شما خدا رحمتش کنه که بین ما هست، برای شما بالاخره درخواست انرژی های شده از اون ور و این بهتون رسیده. بله قربانت بگرم. خواهر عزیز منم پس گریه کرده، بگو ببخشید برادرت گریه‌تون انداخته. به دختر گل عمو سلام برسونید. و بله دیگه بالاخره حقیقت همینطور ما از اول گفته بودیم دیگه. این مسیج حداقل همین 7 سال گذشته کانال افشاگر هست و 20 سال پیشم، دقیقاً 21 سال پیشم که اون تلویزیون رنگارنگ هست که صدای بنده اونجا ثبت شده که گفتم عالم در حال انقراض و فلان و اینا. این حقیقتیه که هست. ولی به لطف خدا دیگه 2-3 روز میگذره و میریم و جهان آزاد میشه و خبرام بسیار خوب و عالی است و خود بنده امیدوار شدم که اشکم در میاد که نه، میشه اون نجات را داد، میشه این حقیقت 7000 سال گذشته را معنوی، اقتصادی، سیاسی بهشون داد. اینا سخت بود، سختی برای بنده فقیر زمینی که ستون بدنم میشکست و سیستم میخورد به هم. باز با التماس و درخواستی باید میتونستیم این پیام برسونیم. امیدوار شدم که پیام میرسه و انشالله هیچ هم دلتنگ نیست. ما ایران هم که بریم تازه با شما گفتگو اینا بیشتر انجام میشه، بعدم انشالله آماده میشه میاد ایران از نزدیک. بسیار عالی بود، خیلی عالی بود، خیلی خوش گذشت و شما هم خیلی زحمت کشیدید، خیلی مسیر قشنگی را دارید میرید و امیدواریم که به دست شما از ایران زمین حقیقت اون اسناد بنده فقیر و کتاب ها که رمزگشایی بشه و مرتجی بشه و شما بتونید خودتون بنویسید چون تبدیلشون کنید به کتاب که این نسل‌های آینده دیگه گناهان اونا که توی لوکیشن هستن حداقل دیگه مشکلات ما رو نیام دیگه. مثل بنده و شما نخواهیم از ایران آواره بشیم، بنده برم تو کویت، شما الان بری تو آمریکا، دوری از خانواده فلان، آزاد بشیم که هر وقت هر جا دلمون خواست سفر کنیم، نه در این لوکیشن، در لوکیشن هایی هم که به زودی دراش باز خواهد شد و بتونیم سفر بریم و لذت ببریم. قربانت. خیلی سلام ویژه به خواهر عزیز من برسون، دختر گل عمو ببوس و بگو عمود منتظر ایشالله به زودی در سرزمین ایران زیارتت میکنیم، ما میایم آمریکا، همش خیر میشه اینا. قربانتون برم. روز خوش، شب خوش، صبح خوش. ما هم که از ساعت تا سر در نمیاریم، در هر حالی هستید خوش و خرم و سلامت باشید. خدا نگهدار عزیز دلم.